یک دختر خوشروی، یک دختر زیبای تاجیک، فارغ از همه و دمدمه های زندگی، همراهی همسبقانش توپ بازی میکرد در میدان ورزشی. به ناگاه توپ از میدان بیرون رفت و این دختر میخواست که توپ رو گیرد، اما سیمتور پیش راهی این دختر رو میگرفت و تا به توپ رسیدن نمیتوانست. یک جوان مرد با دست و بازوان پرقوت توپ رو به دست گرفت و به این دختره که زیبا پیشنهاد کرد. همین طور آغاز یک قصه شروع می شود که سراپا از احساس، سراپا از زیبایی عبارت است و نقش های اساسی رو در این قصه واقعی، قصه که حقیقت دارد، دو نفر از شخصان باریز و برجسته اجرا کردند. یکی شادروان مقدس نبی و سراینده مشهور، نامدار و زنده یاد، و دیگری نورالله عبداللهیف، هنرمند باریز و برجسته، هنرمند مردمی تاجیکستان. این لحظه ها ادامه قصه توبه را که از میدان بیرون جهید استاد گرامی قدر نورالله عبداللهیف به ما و شما قصه میکنند. خوش آمدید. قصه اون توبه که از میدان بیرون جست. من همون وقت در دانشکده پداگوژی شهر دوشنبه میخوندم و من به صف ارمیا دعوت کردند از خواندن برای آنکه من تا داخل شدن به اینستیتوت پداگوژی کورسی افسری تمام کرده بودم و من برای خیر و خوشبینی به دهه خودم می رفتم، سمت لوچوب. بله، و در همونجا همون تو به وا خوردیم. من از اون طرف من تو بگرفتم و اون کس دادم و یگان فکرم نمی کردم که چی بدون یگان فکر یگان رفتم از پی کارم. حتی با چشمان مقدس نظر نافکندید هنگامی تو رو دادن؟ نگاه نکردم به یگان چی، من تو دادم و گذشته رفتم. گذشته رفتم و بعد از بین من بعد به خدمتی حربی رفتم. از خدمت برگشتم، بله، 2.5 سال حتی. 2.5 سال از خدمت برگشتم، بعد به دانشکده هنرهای زیبا داخل شده، اونجا خوندم و بعد همچون هنر پیشه وقتی که به تئاتر آمدم و ما با هم وا خوردیم و بعد چنده و از صحنه، درسترش از صحنه گفت که من همین دستهای در کجا دیدم. یعنی شما در صحنه بودید؟ من در صحنه در نقش مقدس در تالار. در تالار من نقش اورنگزیب بازی می کردم در نمایشنامه زیب و نیسو و باز من اونجا هم چندان اهمیت ندادم و کس نزد خواهرچه‌شان می رفتن، دوی در تئاتر بودن، هر بیگاه می رفتن. صباحت قصه. بله. بعد یادآور شدیم که این دستا از کجا و همین که شاید شناسایی از این هم سر شده باشد، این سبب شده باشد. بعداً چگونه اوج گرفت رفاقت شما؟ اکنون این واقعی است که چنانه که گفتم شاید همون وقتی که ما با همدیگر صحبت میکردیم گویا که من این دریچه برای همه مستحکم بسته بودم و با اون جا یگان کس راه نمیدادم و تا این روزم در همین فکرم. فقط اون وقتی که ما با هم صحبت کردیم حالتی من هم همین خیلی بود که گویا که میخواستم کسی باشد که از درد من واقف شود. در اینجا خیلی مجلا میگردد چهره همسر شما. این طور هم بود. یعنی شما تو
ازدواج کردن بوری هم همسرتون رو ندیدید؟ بله نه و نخوردیم هرچند در دانشکده بیم که هنرهای زیبا میخوندم در اونجایی که با فرهنگ سر و کار دارد در اونجایی که با اکتریس ها سر و کار دارند و یعنی شما پیش همین طلبات سنتی والدین تسلیم شدید؟ بله نه تنها این حتی تسلیم هم گفتن جایز نیست یعنی کمک از روی اراده خودم از روی فهمیش خودم من به قربانی رفتم یعنی برای پدر و مادر خود روانشناسان ببخشید سخنتون رو بردن روانشناسان یک عقیده دارن که مادامی که انسان این طور میکند یعنی اسرار دلش رو گشودن نمیخواهد. بله شاید شاید در حقیقت این طور هم است و اون محبتی که در دنیا وجود دارد و زندگی هم من گمان میکنم که شخصی که به محبت در دنیا زیسته است بین وی و آن چوبی سری راه یگان فرقی نیست و همان غلیانه اگر آفرین به آن کسی که تمام عمر میگرداند. همسر شما بوری نگفته است که در زندگی اصلا در ابتدای زندگی همان سالهای بسیار پرشور و شباب از دست شما رنج کشیده است این حرف را نگفته است؟ نگفته است هیچگاه. و من از این خیلی من انتظارم که وی این گپ میگه تا امروز لیکن وی تا امروز نگفته است یگان بار نگفته است و من حتی کمک از این خجالت میکشم و هر بار هر کجایی که میروم. میخواید که بخشش بپرسید از همسرتون؟ بله میتوانید بپرسید. یعنی که من هر روز از او شاید برای با واسطه فرزندان بخشش میپرسم با اون کاری که میکنم با اون چی فقط وسط فرزندان این خیلی لابلا و روبرو نه و داخل میتوانید بگید که دوستش میدارید و در نظر من همون سوال رو صرف نظر کردید دو مقاله که برآمد یکی از آن که من بعد از 20 سال به همسرم عاشق شدم این خودش همین جوابی همین سوال شما هستی شاید همون کسی که این چیه نوشت خیلی فکری درستم کرد است که این چیه از همچون سرلوحه مانده است. مناسبت شما با مقدس نبی و چند سال ادامه یافت تا لحظه مرگ مقدس؟ بله یعنی اگر شما تقریبا سالهای 75 با هم واخورده باشید سال 79 این فاجعه به وقوع پیوست همینطور حدود 4 سال. بله و همون شب و روز چند پیشتر شادروان احمد ظاهر همین خیلی به قتل رسانده شد فوتیده بود و گویا که پیش از از وفات وی پیش از فوتیدن ما با همدیگر سه کسه صحبت تلفنی داشتیم. یعنی سه کس کی؟ یعنی من و رحمت مقدس و احمد ظاهر وی این واقعه حاضر یادم نیست یا ماه سپتامبر ما صحبت کردیم و وی باید 25 اکتبر می اومد تاجیکستان با کنسرت همین خیلی چی یا همین خیلی بوده یک ماه پیشتر همین خیلی صحبت کردیم و در دوام همین یک ماه وی از دنیا گذشت و هر دوی ما هم همون سال خودش سالی بود که یعنی که خیلی میگویند یا سالی نحس یا سالی وی خیلی بزرگان رفتن. سال 79 آره برخی از اربابان سیاسی نیز در همون سال از دنیا گذشتند هست و آشنایی شما و ربط تلفنی شما با احمد ظاهر چگونه صورت گرفت؟ کی بود موجب این صحبت شما؟ اصلا چند پیش به دوشنبه ظاهر هویدا آمده بود
یکی از حافظانی همون وقته که خیلی او هم آوازی خوش داشت و اصلا گیریم در دوشنبه آواز شدن آواز خوش احمد ظاهر بسیارتر وابسته است به ظاهر هویدا. احمد ظاهر خیلی مقدس خوب میشناختن، یعنی که از آوازشون از آواز میشناختن و خیلی چی بودن که بسیار آرزو دارم که یگان چه هر دویمون دویت یعنی سراییم همکاری کردن میخواستن همکاری کنیم، یعنی که اون وقت با خیلی دشوار بود مثلا چی بین گذشتن از یک دولت به دولت دیگر خیلی دشواری های داشت، لیکن همین گستروی احمد ظاهر به دوشنبه علاقه به قید گرفته شده بود در وزارت فرهنگ همون در چی مقدس چگونه پذیرفت خبر مرگ احمد ظاهر را؟ خیلی ما هر دیمون یک جای بودیم، خیلی آشفته بود، هر دو آشفته بودیم، خیلی آشفته بود. خوب، شما گفتید که همسرتان نسبت مناسبت شما با مقدس مثلا تحمل پذیری را نشان میداد، اما بگویید که مناسبت مقدس با اهل خانواده شما چگونه بود و با همسر شما چگونه مناسبت میکرد و دورنمای این عشق را چگونه ارزیابی میکرد مقدس؟ شاید من در این باره مقدس خیلی شخصی بود که خیلی مستقل اصلا گیریم و چون همه ایجاد کارهایی میکرد که شاید به همین هم به هم مانند بودیم. یعنی وقتی که من در کدام سفر هنری بودم و بعد یک برادرم در ترکمنستان زندگی میکردن، یعنی که از پشت با ما خبر می اومد که فلان ساعت شما با پشت بیایید و در اینجا با شما از ترکمنستان برادرتون گپ میزنه. اکنون پدری من این کار نمیتواند، من خودم در گسترول و از این خیلی خبر شده است من نمیدانم. هرچند من به پدرم گفتم که کجا رود و چی کار کنه و چی خیل، به هر حال همین رحمتی مقدس رفته و یک گرفته و پدر شما رو گرفته به همون چی آورده است به پشت. بعد ما هم کورسمون مهری سید و شادروان اون کسم گذاشتن، بسیار اکتریسه خوب بودن، هم کورس بودن ما که پدری من انا همین مهری سید و کتی مقدس هر دویشونه جدا کردن نمیتونست. با من بعدی آمدن به من فهمون که انمون هم کورست من آمده گرفته با پشت برد. نفهمید که مقدس است. با پشت برد، همونجا تلفن من به نشان داد، بعد خودش رفت. تلفن من شما هم سیر رو بای ندارید. خوب، پایان این راه را مقدس چگونه میدید؟ روشن میدید مگر؟ چون که شما اویلدار بودید، دورنما نداشت مثلا، پایان این راه اونقدر روشن نبود. مقدس چگونه میدید پایان این راه را؟ ما هر دو خوشبخت بودیم. فقط برای عرض ندارد و فقط وابسته است از آن شور و غلیان، از آن من نمیدانم این در زبانی عالمان چی میگویند، یعنی انمون جوششی خونی که در قلب هر کس علاهیده میتپد. بعضا فکر میکنم که حتی دل هم خودش یک چشمی دارد، یک چشمی دارد که عموما به اون چشم دل وقتی که به دنیا نگاه میکنی باز میگردیم همون وای بکی خورشیدی سپهری بیزوالی عشق است، مرغی چمنی حجستفالی عشق است. عشق نبود که همچو بلبل نالی هرگاه که، لیکن بعضا حتی ناله آن هم شیرین میبراید.
وقتی که هرگاه که بگیری و ننالیش قصد بله. نالش هم شیرین است. یعنی این ناله هم بعضا اونقدر میبرد که هرچند خیام خیلی خوب گفته است لیکن وقتی که مثلا یک مصره چی گردباد را که میبینی در دامان دشت روحی مجنون است آنجا خاک بر سر میکند، این فیغان است، این فریاد است. این فریاد است و این فریاد شیرین است. خوب هدیه از مقدس و شما به یادگار مانده است. همین خاطرات، فقط خاطرات، همین اشیای چیز دست خط یا بله نمیدونم تحفه رسم ها است. حتی یک چی؟ خیلی سرکار بود شادروان، لیکن وقتی که من مشق نوشتن میکردم مثلا بعد هم به این کار مشغول میشد و ناگاه من کدام روز از بین دفترهایم کافته یافتم که یک حجم قریب 40 صحیفه باشد ترجمه ترکیوف که مقدس ترجمه کرده است از روسیه، از مالیه را. یعنی با کار ترجمانی هم بله دست میزد. خود از خود نمی خیلی هیچ کس نگفته، مثلا با وی معقول شده است گرفته ترجمه کرده است. میخواستم راجع به آخرین بازدیدتان حرف بزنید. در کجا دایر گردید؟ در کدام خیابان، در کدام کوچه؟ در کسالخانه. من در کسالخانه خواب بودم. چرا؟ من از فیلم از اسب افتادم در کسالخانه. فیلمی منزلتان آباد بود، طاهر صابری رو فیلمیست سریگی گرفته بودن. مشقی از چی بود؟ وقتی اسب تازی باید از اسب می افتیدم، خیلی نقله هم افتیدم از اسب. ضرب خوردید؟ ها ضرب خیلی سخت. همین اون من تهدید به اون بود که من عموما دیگر نه صحنه نه کینو نبینم. یعنی کجای از جسمتون زخم خورد؟ تمامی رویم، راست روی عینا نمیخواد بالوی خرسنگ و درونی باطلاق بود. اونجا خراسنگی خیلی ناقله هم برابری باطلاق ایستادگی در قرغم تپه و بعد من آوردم به کسالخانه. اونجا خب اول گفتن که چون بینی هم نبود گفتن که از بیرون بریده و بعد این چیه وای میکنیم. لیکن هیچ اثر حضور نیست در این کار. خیلی به من مدد کردند، هم شادروان محمود جان واحدوف جوربیک مرادوف اویلهشان کار میکرد، همچون دکتری فانولوگ، یعنی که دکتری که با آواز سر و کار دارد. و اون کس خیلی نیکی کلام کردن که ما بردن به نزد همون. شما صدایتون رو گم کرده بودید؟ دکترانی نه، وقتی که اگر مثلا از بیرون جراحی میشد، یعنی برای کسب من این علاقه نقطه تمت گذاشتن به کسب اکتیوری بود. اونها چی کردن که اگر امکانیت باشد همین جراحی از درون طرز کنند که در رویم ننماید همین جراحی. و اون وقت کالشتین نهایت طبیبای حاضر بودن به همین کارها. ایساقی و کالشتین همین دو نفر نمیدونم 5 ساعت می 6 ساعت اپراسیون کرده، همین از درون همین بینی و گشته جا بجا کردن. و تشکر با آنها که تا امروز من در صنعت موندم. یعنی همون مدت بیستری بودید؟ بله، من در و این بالای سرم بود. مقدس اونجا بود. بعد نگاه بین میکرد از شما؟ بله. یا مقدس نمیگفت که بیزیب شدید، بینیتون بیزیب شده است؟ دلبرداری میکرد؟ همه محکم بودو. دلبرداری میکرد؟
بله چی میگفت؟ نمیرفت عموما همونجا همراهی من بود و من در این باره یکون چی گفت من از اون خرسند بودم که همون جراحیه به بریدنی این چی گذراندم یعنی آخری همونجا دویر گردید. بله و بعد وای برای کار اومد خیلی خوش کردید. از کار جواب گرفتن که من میرم جواب میگیرم و کشته میبیرم و با همین بعد من از کسلخانه گریخته که در خانه که نو گرفته بود زندگانی کند و تعمیر اون خانه رو حتی شروع کرده بود اما نشد. یعنی مقدس با آرمان‌های زیاد، نقشه‌های زیاد و آرزوهای زیاد این دنیا رو ناگهان بدرود گفت. اما یاد مقدس در قلب عاشق مقدس، یاد مقدس در قلب هزار مخلصانش زنده است. این قصه عشق بین دو شخص برجسته و بارز همه ما و شما رو وادار می‌سازد که در زندگانی به قدر هر یک لحظه برسیم، در زندگانی به اشتباه راه ندهیم و هر آنچه که روزگار به ما تقاضا میکند بپذیریم و احترام یکدیگر رو همیشه به جا بیاریم، زیرا عمر کوتاه است و هیچ کس کفالت 100 سال و 200 سال زیستن را ندارد. هر لحظه میتواند رشته حیات انسان را کنده کند. حالا که هستیم نفس میکشیم باید به قدر هستی یکدیگر، زندگی یکدیگر برسیم.